دردی که گنج شد تو زندگی شما چی؟ خب من با توجه به اینکه خب هم خادم کلیسا بودم، هم مجموعم نم نم شروع به رشد کرد، ولی حال دلم نبود. پرسنل شما رو به چی میشناسن و چی صداتون میکنن؟ بیشتر مریم مقدس. چی شد که مسیر کارآفرینی رو شروع کردی؟ دوست نداشتم کارآفرین بشم، اجبار باعث شد که اینو انتخاب بکنم. نود طراحی می‌کردم. از اونجایی که توی ایران اجازه زدن گالری و کشیدن این نقاشی‌ها ممنوع شد، تصمیم گرفتم که روی رون پام فقط تصاویر صورت‌های متفاوت رو بکشم. سلام، من احمد رضا یوسف الهی هستم و خیلی خوشحالم که با دیامانکست خدمت شما. دیامانکست از جایی شروع شد که من تصمیم گرفتم برای خانم‌ها و خانم‌هایی که دوست دارن استقلال مالی رو تجربه بکنن، کارآفرینی رو تجربه بکنن، یک سلسله پادکست هایی درست کنم و توی این ویدیوکست ها از خانم‌های کارآفرین و کسانی که در مسیر کارآفرینی قدم میذارن مصاحبه بکنم. و توی جلسه اول این پادکست از یک خانم بسیار ارزشمند، بانو کاتو، دعوت کردم که حضور پیدا بکنن. خیلی خوش آمدین خانم کاتری. درود بر شما، مرسی عزیزم. از دعوتتون، ممنونم. لطف می‌کنید خودتون اول معرفی بکنی؟ من کاتو هستم، مدرس بین‌المللی میکاپ، ولی بیشتر یه نقاشم. یه نقاشی. چقدر جذاب. من دوست دارم اول که ابتدای این پادکستمون این که چجوری ما با شما آشنا شدیم و اصلا مسیر شکل گرفت که الان اینجایی می صحبت داشته باشم. اگه یادتون باشه اولین بار من اول امسال شما رو دیدم. بله. شما رو دیدم و کجا بود؟ توی دانشگاه. بله. همینجور رشت میشه شروع راجع به دیسک صحبت می‌کردی، شخصیت شناسی. بعد دیدم چقدر جالب، من یه زبان مشترک با این خانم دارم. بعد از دور اون انرژی شما منو گرفت. گفتم این خانم خیلی متفاوته، داره صحبت میکنه. رفتم اینجور با خانم مددپور، منو یهو گفت ایشون هم دیسک و اینا، با شما صحبت کردم و ارتباط گرفتیم. من اون روز که شما دیدم خیلی دوست داشتم باهاتون ارتباط بگیرم و آشنا بشم. حقیقتش حالا بماند که ما با هم کار کردیم و این مسیر رو شکل دادیم، اما من تو ذهنم گفتم خدایا من دوست دارم از ایشون یه مصاحبه بگیرم. ایشون اصلا انرژیش فرق میکنه، مثل بقیه میکاپ آرتیستا و آرایشگرایی که من میشناسم نیست. و به قلبم این اون روز افتاد و دوستم هم تعریف کردم. و الان دقیقاً بعد از 6 ماه امروز شما اینجایی و من اینجام و این پادکست شکل گرفته و این افتخار نصیب من شد که از شما مصاحبه کنم. متشکرم. و خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردیم. و من اون روزم به خودم قول دادم و گفتم زمانی که بخوام کلا پادکستامو شروع بکنم، اپیزودشو اولو ضبط بکنم، اولین مهمانم قرار شما باشی. مرسی. و خیلی خوشحالم که هستین. خب آماده این که سوالا رو شروع بکنیم؟ بله، با افتخار. عزیزی. خب خانم کاترین، چی شد که مسیر کارآفرینی رو شروع کردی؟ دوست نداشتم کارآفرین بشم. اجبار باعث شد که اینو انتخاب بکنم. میشه بیشتر راجبش توضیح بدی؟ من مدرس نقاشی نود و نود طراحی می‌کردم. از اونجایی که توی ایران اجازه زدن گالری و کشیدن این نقاشی‌ها ممنوع شد و ممنوعم هست، تصمیم گرفتم که روی رون پام فقط تصاویر صورت‌های متفاوت رو بکشم. خب تمام دوره هامو توی روسیه اقدام کردم، توی شهر خارکوف. و چیزی که خیلی باعث شد که به سمت میکاپ بیام همین نقاشی ها بود و وجود یه خانمی به اسم بلا که رئیس پلیس اون شهر بود و ازم خواست که بیا میکاپ رو یاد بگیر، خیلی هم خوبه. و باعث شد که من وارد هیته میکاپ بشم و دیدم چقدر این قلم گرفتن روی صورت خانم ها شبیه به نقاشیه و همینو ادامه دادم. ولی بحث کارآفرین شدنم یک مسیری بود که واقعا خودم نمیخواستم قرار بگیرم، قرار گرفتم، اما آورده ها و آموزه هایی بر من داشت که الان اینجا هستی. خب من با توجه به شناختی که از شما دارم دوستم اینجا تو پرانتز یه سوال بپرسم. شما مستقیم کارآفرین شدی، یعنی سالن زدی، یا نه قبلش جای کار میکردی، پرسنل بودی؟ من زمانی که از روسیه اومدم ایران، اولین کاری که کردم از یک اتاق شروع کردم و با آموزش و آموزش ها من با فیس چارت شروع کردم. یعنی اصلا آموزش هم شبیه به تکنیک هایی که توی ایران آموزش میدادن نبود. روی یک سری صفحات نقاشی بود، هنرجو میومد آموزش رو میدید و بعد این هنرجوها تعدادش زیاد شد، از کنار هنرجو عروس ها، و دیدم اون یه دونه اتاق واقعا جواب نمیده برای اون میزان مشتری که من داشتم و تصمیم گرفتم که فضا رو گسترش بدم و چقدر عالی، چقدر عالی. یک برند خب شد. چی شد که اسم کاتو رو انتخاب کردی؟
از اونجایی که توی اسمای متفاوت مثلا فاطمه، فاتی، محمد، کاترین هم مخففش میشه کاتو ولی فقط و معنای معنا داره به اسم پاک و خالصه. چقدر خفن. و این پاکی و خالصی رو من زرس قاطع میتونم بگم توی قشر شما به شدت در شما من دیدم. یعنی و لذت میبرم از تمیزکار کردنتون، از مرام و معرفتی که دارید نسبت، حالا من جلوتر میگم راجع به پرسونالیتی چه اتفاقاتی رو رقم میزنی. حالا دوست دارم بپرسم ازتون که یک خاطره یا یک نقطه عطفی از خودتون به من بگید که چی شد که یه دفعه تصمیم گرفتی اوکی بزرگ کنم کارمو، چی شد یه تصمیم گرفتی الان قراره یک دستاورد بزرگ برای خودم و یک جامعه‌ای بسازم. اون اتفاقه، اون خاطره چی بود؟ حقیقتا من فکر میکنم 14-15 سالم بود، یه کتابی میخونم به اسم کتاب رقص عقاب‌ها. توی این کتاب تمام اطلاعات کارآفرینان مهم و مسیر زندگیشون و شکستاشون نوشته شده بود. با همون سن کم یه دفتر برداشتم و از 65 سالگیم تا به اون سنمو نوشتم. یعنی از آخر به اول. دقیقاً از آخر به اول. چه جالب. و پیش خودم گفتم کاترین اگه 65 ساله باشی و یه روز به مسیر زندگیت نگاه کنی میخوای چه اتفاقاتی رقم خورده باشه، و همه اهدافمو نوشتم و این اتفاقها واقعا دونه دونه رقم خورد و همون چیزایی که نوشتم تا الان با تمام سختی‌ها و چالشاش اتفاق افتاد. یعنی به این اعتقاد داری که هر آنچه بنویسیم اتفاق میفته؟ من فکر میکنم که توی همه ادیان قانون قلم و قسم به قلم اومده و ما توی پاپیروس های مسیحیت و حالا در دین اسلام این رو داریم که جهان بر پایه نوشتار به وجود اومده و خداوند در انجیل میگه من نام شما رو بر کف دستم نوشتم. چقدر جذاب. حتی تو قرآن هم میگه نون و القلم. بله. و این واسه من خیلی جذابه این ذهنیت شما. من همیشه تحسین میکنم این باورهای معنوی شما رو که قطعا جلوترم بهش میپردازیم که همه شما اعتقاد داری که اون احساس، اون خدای درون باعث میشه که خیلی اتفاقات خفن تو کسب و کار بیفته. من دوست دارم الان راجع به این صحبت کنم یا اینجوری سوالمو بپرسم. دردی که گنج شد تو زندگی شما چیه؟ دردی که گنج شد. آره. هیچ وقت عمیق بهش انقدر فکر نکرده بودم، الان دارم بهش فکر میکنم. من فکر میکنم چیزی که باعث شد یعنی کاتو برند شد و رشد کنه اتفاقی نبود که من دنبال موفقیت بیشتر باشم. یه جایی توی مسیر دنبال تحوله بودم، چون قوانین موفقیت ناخودآگاه وقتی پیگیری بکنی الان نه بالاخره یه تایمی بهش میرسی، ولی تحول برای هر فردی یک جایی از زندگیش رخ میده. تحول مهمتر از موفقیت بود. توی زندگی من کجا بود؟ زمانی که خب من با توجه به اینکه خب هم خادم کلیسا بودم هم مجموعم نم نم شروع به رشد کرد، ولی حال دلم خوب نبود. خب یعنی قشنگ یادمه بعد از اتمام کار این کتاب دعا رو میگرفتم دستم، گریه میکردم تو محل کارم که این رسالت من نبود. من نیومدم یه آرایشگر بشم، من نیومدم فقط یه سالن بزنم. روز به روز تعداد مشتریا بیشتر شد، روز به روز تعداد عروسا بیشتر شد، حال دل من بدتر. یعنی هر چقدر که بیشتر رشد می‌کردی از اون ور حالت بدتر می‌شد. توی چی پیدا کردی؟ در حالی که شاید خیلیا از دور می‌دیدن کاتو چقدر بزرگ شده، کاتو معروف شده، یا این دختر چقدر شانس داشته بدون هیچ خاکخوری تو سال اول اون تعداد عروس، اون تعداد سمینار و همه چی عالی پیش میرفت. اما دقیقاً اونجایی که من حالم بد بود دنبال رسالت کاتو گشتم. خب رسالت کاتو چیه؟ رسالت کاتو توی یه جمله نمیشه جا داد. یک نگرشه، یک فلسفه است و این شاید تو طول کارآفرینی من مثل یک سری بذرهایی باشه که من میکارم تو دل هنرجوها، تو دل اون افرادی که میان زیر دست کاتو میکاپ میشن. کاملا یک فلسفه است، اصلا یه نگاه آرایشگری نیست. حالا برگردم به موضوع پادکستمون که من خیلی روش
تأکید دارم، من به هیچ عنوان دوست ندارم راجع به زندگی شخصی شما سوال بپرسم و به خودم گفتم و دوست دارم توی این پادکست تمرکز روی مسیر کارآفرینی باشه، ذهنیت کارآفرینی باشه و من توی بخش بعدی سوالاتم وارد دنیای ذهنی شما به عنوان یک کارآفرین میشم و وارد دنیای کسب و کارتون میشم. من میخوام آخرین سوال، یعنی 2 تا سوال دیگه میپرسم که این 2 تا سوال مربوط به بخش اول بود و دیگه تمام میریم بخش دوم سوالات. این سوالا رو میخوام با تمام وجود جواب بدی و اون چیزی که هست رو بگی. اولین سوال اینه که بهم بگید اولین موفقیت جدی که یه بار گفتی آقا من حس میکنم دارم دیده میشم، حس میکنم اینجا اونجایی که حس میکنم موفقم، اون نقطه چی بود؟ اونجایی که خودتون دیگه تو اون جایگاه موفق دیدی، اون چه حسی داشت؟ کجا بود؟ دوستان راجبش به ما بگید. خب قطعا برای کسی که اگه جایی بره شناخته بشه یا اصلا بدون معرفی، یعنی اسمش بیشتر باشه تا ظاهرش، یه چند جایی بود که قرار میگرفتم و میگفتن ای خانم کاترین شمایی، ما پیجتون رو داریم، اما این حس موفقیت رو بهم نداد. بیشترین و جذابترین چیزی که توی موفقیت هم داشتم و اسمش رو موفقیت میذارم، سمیناری بود که توی هند برگزار شد. سمینار هند؟ بله. هیچ جا راجبش نگفتی. دقیقاً اصلا بزرگش هم نکردم. اصلا یه جوری بود که انگار سمینار هنده، رفتیم هند اونجا، در حالی که همکار شما میرن تا مثلا نمیدونم همین دبی خودمون که راحت هم میشه رفت، میرن ترکیه کلی ویدیو، عکس و فیلم و تو سوشال مدیا کلی میگن از این آهنگای انگیزشی، ولی دیدم شما اصلا رفتی هند بعد کلا آهنگای هندی آهنگای هندی همه چیز. بعد گفتم ایشون اصلا رفته خودش هندی شده، اصلا دیگه اصلا انگار نه انگار. خیلی دوست دارم بگی چرا اینقدر واسط عادی بود سفر به هند؟ ببینید من حقیقتاً اینو ادعا نمی کنم. توی مسیر کسب و کار هر جایی که حس کردی یک قله‌ای رو فتح کردی، تازه اونجا شروع توه، شروع راحته. اگر حس کنی از اونجا میخوای به همه بگی، غرور ورد داره بگی من استادم، من کسیم، همونجا واقعا میخوری زمین. من همیشه میگم توی کسب و کار، اینو به پرسنلم هم میگم آدم باید بزرگ باشه، بزرگ نمایی نکنه. تو مسیری که هند برای من رقم خورد، اولین موضوعی که برای من جذاب بود این بود که این همون تیکیه که تو دفتر رویاهام زده بودم. اولین سمینارم هنده. تو اون دفتره که اول دقیقاً بار تو گفتین دفتر رویاها و خلق موفقیت‌های زندگیم زده بودم اولین سمینار هند. و برام جالب بود. چرا هند؟ به خاطر اینکه من یک اعتقادی دارم، میگم ایران قلب دنیاست، اسرائیل مغز دنیاست و هند روح دنیاست و من میخواستم روح دنیا رو از نزدیک لمس کنم. چه دیدگاه قشنگی. یعنی شما تو سن 14 سالگی داشتی به این؟ من تو سن 13 سالگی کتابای جبران خلیل جبران میخوندم. ببین واقعا میگم کسی مثل شما تو این جایگاه قرار میگیره، از کودکی به نظرم هویتش شکل گرفته و من اینجا چقدر جالب شد رسیدم به بحث هویت. من دوست دارم ببینم، چون بذار قبلش یه مقدمه بگم. من اولی که شما رو باهاتون آشنا شدم یه سری جاها میدیدم، حالا تو همکاری که با هم داشتیم یه سری میگفتی آقا من فلانی با من کار کرد و الان خب خدا رو شکر به جایگاه خیلی خوب رسیده. یه نفر اومد با من کار کرد، مثلا اون دختر زال بود، بله. اومدم با من کار کرد الان کلی معروف شده، همه جا دارن باش کار میکنن، فلانی با من. بعد اومدم فکر کردم گفتم نکنه منم با کاترین کار کنم، منم یه دفعه بتر کنم. بعد یه جا گفتم یه باور بنیادینی در ذهن شما هست از اینکه خودتون رو انگار یه فردی میبینی که هر کس کنار من میاد به واسطه وجود و حضور من بزرگ میشه، رشد میکنه. میخوام ببینم چه باور بنیادین، چه هویتی در خودتون میبینید و خودتون چه شخصی میبینید که آدما کنارتون قرار میگیرن اینقدر رشد میکنن، اینقدر موفق میشن. شاید یک باور ذهنیه که الان اکثرا به افراد مثلا میگن اگر کارآفرینی باید کارهایی که خودت وقت نداری انجام بدی بده به افرادی که برات انجام بدن. من این دیدگاهو نداشتم. من همیشه گفتم کسایی بیان کنارم قرار بگیرن که رشد کنن،
اتفاقا این کاملا اشتباهه که بگی آدما بیان کارهای ناتمام تو رو تمام کنن، تو چون وقت نداری ادمین خوبی باشی، وقت نداری با پرسنل و مشتری ها حرف بزنی. من اینو دوست نداشتم. من هر فردی هم که استخدام کردم توی مجموعم، عملا توی زندگی اجتماعیش، فردیش، توسعه فردی، راجع به تحصیلاتش، ارتباطش با همسرش، با خانواده‌اش، راجع به همه چیز باعث شدم که یه کتاب معرفی کنم، یه حرفی بزنم و این فکر می‌کنم یه ویژگی درونی و تو تیپ شخصیتی باشه. یه داستان دوست دارم تعریف کنی خانم کاترین، راجع به یه بنده خدایی که مدیر بود، یه باش کار می‌کردی، یک واژه‌ای که دوست داری بگیش. خب توی ما همه کارآفرینا و هممون که مجموعه داریم یک سری خاطرات تلخ که قطعاً باعث درس میشه رو داریم. هر کسی که وارد سازمان من میشه، من این رو باور دارم، باید بیاد یک درسی رو بگیره بره و من این رو با خداوند عهد بستم که این سازمان من نیست، سازمانیه که یک کاردانیه که تبدیل به کارشناسی میشه. یعنی آدما میان رشد میکنن، حتی مشتری های من رو میبرن با خودشون، هیچ ایرادی نداره، به اسم مجموعه کاتو میرن تو سازمان های دیگه استخدام میشن، نوش جونشون. اما چیزی که این وسط اتفاق میفته اون خاطر تلخه. وقتی یه مدیر رو استخدام میکنی، بهش اون وجه اجتماعی رو میدی، ولی در نهایت خیلی، حالا شاید واژه قشنگی نباشه، دزدی بکنه از مجموعت و بره، این رفتنه اهمیتی نداره، تاریخ گذشته. اما اون چیزی که از کاتو برد به نظر من خیلی جذاب‌تر بود. شاید دیدگاهتون نسبت به کسایی که بهتون ضربه میزنن قشنگه و همین باعث شده الان تو این جایگاه باشی به نظرم. ببینید، من تصورم اینه که ما در طول روز وقتی از خونه میایم بیرون به خیلی از آدما برچسب میزنیم، این به ضررمونه، اون دزدی میکنه، اون دوستمون نداره. یه جایی تو کسب و کار میفهمی که همه پرسنل ها همون برچسب هایی رو دارن که تو ذهن خودت رشدش میدی. این درسی بود که من امسال تو کسب و کارم یاد گرفتم. یعنی اگر افراد با برچسب‌های منفی میان، اونها رو تو قبلا تو ذهنت ایجادش کردی و اگر مراقب این ذهنیت خودت باشی، جذب افرادی تو مدار کوانتومت قرار میگیرن که اینا دیگه نیان، آدم‌های شبیه به خودت جذب بشن. یعنی این ذهنیت رو پس شما عنوان کارآفرین داری که همون کسی میاد توی کسب و کارم که خودم هستم. دقیقاً. اصلا دیگران انگار آینه خودت میشن و من همیشه، حالا شما چون تو کسب و کار من بیشتر هستین و میدونین، من هر پرسنلی که یک خاطر تلخ اگر به جا میذاره، میرم خودم رو ریلیز میکنم. کاتین تو کجای کارت اشتباه بود؟ اون به آینه خودم منه. برمیگردم. دقیقاً. آفرین. خیلی این ذهنیت قشنگه و من دوست دارم اینجا باز اونایی که الان دارن این پادکست رو نگاه میکنن یا گوش میکنن، اینو باید به خودشون بگن که اگه من دارم میخوام وارد دنیای کارآفرینی بشم، نیاز این دیدگاه ها رو هم داشته باشم، نیاز این موضوع هم بهش فکر کنم. من میخوام الان وارد یکم تخصصی وارد کارآفرینی بشم. تا الان یکم راجع به شما صحبت کردیم و بازم برمیگردیم، اما میخوام اینجا از ذهن یک کارآفرین که شما هستین یه سری سوالا بپرسم و پاسخش رو از شما بگیرم که ببینیم دیدگاه شما نسبت به این موارد چیه. میخوام ببینم شما راجع به این موضوع که دیدین یه وقتایی میگن آقا یک کارآفرین نسبت به یک شخصی، یک کارمندی وابسته است، یعنی اگه اون کارمنده نباشه من کارآفرینم خب هیچ فایده نداره، یعنی انگار یه دستم از دست دادم. برای شما این چه جوری بوده؟ یعنی آیا بوده کارمندی تو کسب کارتون باشه و بهش وابسته باشی و رفتنش باعث ضربه خوردن باشه، یا نه با یه دیدگاهی این موضوع رو از بین بردی؟ نه، اینطوری اصلا نبوده. شاید کسی بوده که خیلی دوستش داشتن و مجموعه مدیون خدماتش بوده و مدیون حالا اون کارهایی که تو مجموعه کرده بوده، اما اینطوری نه، اصلا نبوده. اینجوری نبوده هیچ نه، وقت اینطوری براتون؟ نبوده. خب ببین، شما به عنوان یک، باز هم میگم، این کسی که میکاپ آرتیست بودی و هنرمند بودی و سبکای نقاشی که تعریف کردی، تأثیرش روی این حوزه میکاپ که با توجه به خیلی از همکاراتون واقعا متفاوتی، تأثیر اون نقاشی و از ذات هنرمند بودن روی شغلتون چیه؟ راجع به اینم برامون توضیح میدی؟ ببینید، به نظر من میکاپ بیشتر یک نگرشه. متاسفانه حالا تو خیلی از همکارا اگر ریلزاشون رو نگاه بکنین،
متوجه میشین که به هر بهایی میخوان دیده بشن. من میگم که ما نیاز داریم که میکاپ توی جامعهمون یه اساسنامه داشته باشه، یه منشور داشته باشه. اگر دقت کنین صنف آرایشگری خیلی تو جامعه ما از قدیم خوشنام نبوده. چرا همکاران من در حال حاضر یک سری محتواهایی رو میسازن که میاد سهه میذاره و اینا رو تایید میکنه؟ مثلا به طور مثال یک سری ریلز هایی که اگر میکاپ میکنی قراره که پول چشم داشت. کسی رو آها. کور کنی، چشم جاری رو کور کنی و اینا کاملا میکاپ رو از اون فضای معنویش میاره بیرون. حتی در رابطه با همین پولدار شدن که شما میگین، من یکی از مشکلاتی که همیشه توی تبلیغات همکاران میدیدم این که انگیزه پولدار شدن اینه که بری طلاهاتو بفروشی، پول نداری، پشتوانه مالی نداری، میخوای به یه جایی برسی، به خونه ماشین برسی، بیا برو میکاپ کار شو. در حالی که اصلا میکاپ یک هنر مقدسه، یه نگاهیه که اصلا دیدگاهت باید تغییر بکنه. تو قراره با میکاپ یک اعتماد به نفس از دست رفته یک زن رو بهش بدی. چروک هایی که توی روزگار به خاطر تلخی ها به دست آورده و این ترس ندیده شدن، تایید نشدن رو تو با یه قلم دوباره برمیگردونی بهش، این حسر بهش برمیگردونی. حالا من به هنرجو بیام بگم میخوای به خونه ماشین قوی برسی، میخوای اصلا میکاپ هنر شهرت طلبانه ای نیست. دقیقاً میخوای بزرگ بشی بیا میکاپ. نه آقای الهی، من عمیقاً برعکس بهتون میگم کاملا، اگر میخواین ثروتمند شین، من قسم میخورم الان کلی ما هنرمند نقاش داریم که یه دونه تابلو نقاشیشون 10 میلیارد ارزش مالی داره. پس اگر میخوایم تبلیغ کنیم چرا اینا رو تبلیغ نکنیم؟ این نگرشی که از درد بیچارگی بیای میکاپ کار بشی و آرایشگر بشی کاملا یک سیبل معیوب و یه اتفاق اشتباه توی صنعت زیبایی. و زیادم شده. مثلا من الان یه متاسفانه. داستان براتون تعریف کنم. و یه همکاری داشتیم با یه بنده خدایی تو حوزه میکاپ بود. بعد دیدیم دقیقا اینجوری داره مشاوره میده، یعنی یه نفر بهشون که میگفت که آره تو ما باید الان بیای مثلا این سناریو بچینی، این سناریو اینجوری باشه که تو رفتی توی فضایی یه بنده خدایی داره خیلی حالش بده، قسط داره، قرض داره، بیچاره است، بعد اون تو رو میبینه، بعد که تو رو دید حالا میاد میگه اوکی من الان که تو میخوای موفق شی، میخوای تو سال بعد یه ماشین مثلا خوب داشته باشی، بیا حالا دوره میکاپ من. بعد میره دوره میکاپ بنده خدا، بعد تو سناریوی بعدی میبینی با یه ماشین مثلا خیلی خفن اومده، آره من اون سال تو گفتی بیام میکاپ. خب این داره تو ذهن منه مخاطب، منی که دارم این ویدیو رو میبینم، اینو ایجاد میکنه که آها من برم میکاپ یاد بگیرم و دوره ایشونو شرکت کنم مساوی استش با موفقیت، پول، ماشین، خونه و زندگی رویایی. میره سراغ میکاپ و یادگیریش، بعد میبینه من فروش بلد نیستم، وای من الان بیزنس بلد نیستم، وای من الان نمیتونم آدما رو به خودم جذب کنم، وای من الان آدما، این باعث میشه اصلا ناامید بشه. و من اینو خیلی مخصوصا کسایی که الان تو این حوزه به خاطر پول میان واقعا رد میکنن و واقعا ناراحت کننده است برای نسل زد، چون نسل زد توی صفحه اینستاگرام زیاد هستن و با رویا فروشی میخوان به جایی برسن، در حالی که ما هنر در گونی نداریم. قرار نیست همه رو تبدیل به میکاپ آرتیست کنیم. دقیقاً این ذهنیت اینه که آقا من قرار نیست همه بیان نرجوی من بشن، کسایی بیان که واقعا نتیجه بگیرن. حالا دوستان به این سوال من جواب بدید. اینو دیگه فکرم قطعا شنیدید. بزرگترین رقیبتون رو کی میدونید تو بیزنس؟ سوال معروف اینستاگرام. قطعا همه ما توی بازار کسب و کار خودمون افرادی هستن تو صنف خودمون که موازی با ما دارن حرکت میکنن. یه اعتقاد و یه نگرش هست که همیشه همراه کاترین بوده، اونم اینه که رقیب ما اون فردیه که توی 65 سالگی خودتو میبینی و میگی که من باید این میشدم و نشدم. اون رقیب اصلی زندگیته. من به جرئت میگم تنها کسی که باعث شد کاترین هیچ وقت زمین نخوره، بلند بشه و دوباره فردا بگه من میتونم، اینه که به اون 65 سالگی فکر کرد. به این فکر نکرد آرایشگاه بغل داره چیکار میکنه یا سالن اون یکی سالن داره چه استراتژی میچینه. به اینکه اون 65 سالگی که براش تصور کرده، مثلا به طور مثال من از نقطه A میخوام برسم به نقطه B، اون نقطه B برای من مهمه.
اونو باید خلقش کنم. اصلا میگن جهنم هم معناش همینه، چیزی رو به تو نشون میدن که تو باید این میشدی و نشدی، اون جهنم زندگی توه. واقعیت همینه، یعنی اون حسرت کشنده است، اینکه تو در نهایت مثلا بشه 60 سالت بعد ببینی میتونستی یه کسی باشی ولی نیستی. نشد. چقدر دیدگاهتون قشنگ بود و ممنونم از این جواب جذابتون. دوست دارم وارد دنیای ذهنی شما بشم بازم و ببینم توی این دنیای ذهنی شما، یه کارآفرین، آیا چیت کد موفقیت هم هست؟ بگی آقا مثلا من یه چیت کد دارم، اگه اینو بزنی تو مسیر مثلا 10 ساله یا 15 سال تو حوزه کار، بله. 15 سالی من مثلا 5 ساله میری، اگه بخوای تو دنیای کارآفرینی، تو دنیای کسب و کاری یه چیت کد بگی، اون چیه؟ ببینید واقعا نردبون موفقیت هر فردی جداست. اصلا اینطور نیست که من فرمول‌های خودم رو توی یه ظرف بچینم تقدیم کنم به یه فرد دیگه، نه، عین یک اثر انگوش مخصوص خودته. فقط باید دوام داشته باشی، کم نیاری تا اون لحظه موعود اتفاق بیفته و مهمترینش دقیقا همون نقطه بیه. هیچ وقت دست به نقطه بی زندگیت نزن. مسیر تغییر میکنه، به بیو هیچ تغییر وجه، میکنه. جنگ شد، کودتا شد، هر اتفاقی شد، دست به نقطه بی زندگیت نزن. شما توی جنگ، خب خاطرتون هست با هم کار میکردیم، دوست دارم یکم راجع به اتفاقاتی توی جنگ افتاد ولی شما دست به نقطه بی نظری یه کوچولو توضیح بدی، تعریف کنی. خب موقعی که جنگ شد، از اونجایی که خب سالن من بزرگ بود و یه سابملک خیلی خوبی هم داشتم، خیلی خوب بود. دقیقاً تو دایم جنگ منو بلند کرد و چقدرم شما زحمت کشیدین باشون صحبت من کردیم یادتونه و دقیقاً ما رو از جامون بلند کرد و من خیلی تایم محدودی داشتم که دنبال یه فضای جای جدید باشم که بتونم پرسنها رو ببرم اونور و بتونم اسباب کشی کنم. من فقط به این فکر کردم. من خیلی شخصیتم شبیه ویویان لی توی فیلم برباد رفته است. هر اتفاق تلخ و ناراحتی که تو زندگی میفته میگم کاترین فردا بهش فکر میکنی، امروز لازم نیست بهش فکر کنی، و میرم میخوابم و فردا دوباره کاترین جدید شروع میکنم استارت زدن. و من بعدش یه جای جدید رو پیدا کردم، جابجا شدم و ویزای هندم همزمان اومد و یادم همزمان رفتی هند و اتفاقای عجیبی بود، ولی خدا رو شکر دستاوردهای خوبی در انتها بود. بله. و حالا میریم وارد این ذهنیت بشم که شما توی کسب و کار دیدگاهتون به داشتن شریک چیه؟ آیا داشتن شریک جواب نیست؟ نظرتون چیه؟ داشتن شریک، قطعاً هر کسی نگاهش به شریک متفاوته. یکی میگه که یه شریکی باشه از لحاظ مالی ساپورت کنه، یکی میگه نه بیاد چون استراتژی رو بلده تو کسب و کار بهم بده. من توی بیزینس هم شریک نداشتم. درسته که شریک اول هممون خداست، اما اینا حالا چیزهاییه که برای اینستاگرام خوبه. ولی من از صرف با یه صندلی با یه آینه شروع کردم و از این موضوع هم خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه این برایندی که اتفاق افتاد و اصلا میگه خداوند انسان رو در رنج آفرید. این رنجی که من توی این مسیر کشیدم از من یه کاترینی ساخت که خوشحالم از داشتنش. خوشحالی، چقدر جذاب. حالا دوست دارم باز هم میگم این سوالا رو میپرسم، باز تاکید میکنم که این ذهنیت شما رو به عنوان یک کارآفرین، به عنوان یک صاحب کسب و کار در مقابل انواع اتفاقات بسنجم و ببینم چه جوابی میدی. این سوالم دقیقاً اینه که وقتی میگم آقا شما به یه چالشی میخوری تو کسب و کارت، مثلا مثل این که بیمه، مالیات، اتفاقات مختلف، اینا میگن آقا یو الان باید مالیات 300 میلیون مالیات بدی به خاطر یک سالت، مثلا تو دیدگاهت به اینا چیه؟ آیا اینا رو سد راهت میدونی؟ دغدغه میدونی؟ میخوام راجع به اینا چه دیدگاهی داری؟ اتفاقا این اتفاق بر من امسال خیلی سنگین افتاد و از اداره مالیات یعنی با من تماس گرفتن که کلا حسابا رو مسدود کنم. من خیلی ناراحت بودم و به هم ریخته. یکی از دوستام تو همون شرایط بهم زنگ زد گفت تو چرا انقدر به هم ریخته؟ گفتم اداره مالیات مثلا حالا اون رقم که نباید بگم اومده. گفت بابا خیلی کیف کن، خوشحال باش، داری پول در میاری که انقدر باید مالیات بدی. اون شد برای من درس که وقتی توی بحران قرار میگیری 2 تا نگرش میاد سراغت. یا باید خدا رو شکر کنی از بزرگ شدنت و بگی آهان اینم رد میکنم، یا نه بگی وای چرا مواجه شدم با اینا. من از اونجا به بعد گفتم پس هر چیزی که میاد سراغ من به نفع من، به صلاح منه.
این خیلی جذابه. خدا کنه همه ما این فکر رو داشته باشیم. من همین صبح دقیقاً با یکی از دوستام صحبت کردم، ایشون عطر فروشی داره، خیلی دوستش دارم. بعد این بنده خدا شروع کرد ناله کردن، این که من الان وای من داشتم تو مترو میگم فکر کنم اینا مزایده میذارم مثلا 2 تا 3 تا غرفه بگیرم برنده نشدم وامم جور نشده. من بهش یه جمله گفتم تو میگی آقا وامم جور نشد، میگی مثلا فلان کس که میخواستم باش کار بکنم الان پشتمو خالی کرد، فلانی باش کار نکردم. تو توکلت به آدم‌هایی که یا به اون وامه است یا به خداست. و به نظرم ذهنیتشو فقط عوض کردم. چرا تو با خدا معامله نمی‌کنی؟ چرا تو از خدا نمی‌خوای؟ چرا موقع چیزی که دایی رو شکر نمی‌کنی؟ این حرف یعنی شما زدی نسبت به بیمه مالیات که آقا میگی من که الان مالیات دارم شکر، یعنی بزرگم که مالیاتم بیشتره. یعنی وقتی خوشحالی برای مالیات یه سریا غمگینن و ناراحت و ناله میکنن، این نشون میده یکی تو کسب و کارش حالش خوبه، یکی تو کسب و کارش هر روز میشه افسرده‌تر. و دیدین زیاد هم نگرش. شده. الان مثلا پست طرف میگیره میگه نبین کارآفرینی خوب نیست. کارآفرینی اینجوریه که تو الان در یخچالشو باز بکنی تو یخچالش قرص دارو دوا. الان شما تو خداوکی تو یخچالتون قرص و دارو دواه آب خداوکی. معدنی بیشتره. یادتونه یه بار برای من یه تعریف از کارآفرینی گفتی؟ دوست دارم تعریف تو از کارآفرینی بگی. تا زمانی که کارآفرین نشدی فکر میکنی یه مجموعه داری که بعد یه کت شلوار شیک بپوشی، ولی کارآفرینی دقیقاً یعنی سفره داری. یعنی تو قراره که سفره داری کنی. پس یک سفره‌دارش و غم و غصه نداره. نداره. خب میتونی بازش کنی سفره‌داری دقیقاً مثل چی؟ دقیقاً این سفره‌دار چی کار میکنه؟ چه فکری من میکنه؟ زمانی که استارت کارم رو شروع کردم همیشه موقع حقوق دادن ها می اومدم اعداد رو گرد می کردم. مثلا اگر حقوق طرف 15 میلیون و 530 بود می زدم 15 میلیون و 500. اصلا اون 30 رو در نظر نمی گرفتم. یه روزی یکی از پرسنلام به هم گفتش که کاترین جون چرا 30 تومن کم زدین؟ اون بابت پول اسنپ رفت و آمد منه. حتی من از اونجا فهمیدم کارآفرین یعنی گرد کن به سمت بالا نه به سمت پایین. و از اونجا به بعد دیگه کاملا یه جور دیگه برای حقوقا حساب کتاب کردم. مثلا سهم خودم از بازار که چقدر میشه آخر ما بهش فکر نکردم. من یادمه باتون کار میکردم بله. گفتم حساب کتابا رو بیارین، شما میومدین در میآوردی به این اینقدر حقوق دادم، مثلا به ایکس اینقدر حقوق دادم، به ایگرگ اینقدر حقوق دادم. به آخری میگفتم خب خودتون. و رفتیم دیدی که یه عدد پایین رفتم گفتم یعنی آقا پرسنل خیلی بیشتر از من برده بودن. مثلا یکی از پرسنلتون فکر کنم رنگکار بود، خانم روپاک بود. بله الانم که تو اربیل عراق. عراق. بعد یادم رفتم اونجا دیدم اونشون مثلا یه عددی بیشتر از خیلی. عدد شما بود و من خیلی خوشحالم اون تایم باتون کار کردم. و یه خاطر اینجا تعریف کنم لابلاش. من به عنوان کسی که حالا شغلم تسهیلگر کسب و کار یا کسی که کمک میکنه آدما بتونن فروششون رو افزایش بدن، بتونن مسیر و استراتژی فروش قشنگ بچینن و بتونن پول در بیارن. من اون روز خیلی برام جالب بود و یک دستاورد واسم ثبت بود اون تایمی که با پرسنل شما تدریس داشتم و براتون کمپین در اون سازمانی گذاشتم. و یادتونه فکر الان کی خداوکی تو حوزه شما کدوم سالن پرسنلش میرن تو خیابونا، تو باشگاه، توی نمیدونم پاساژا، تو پارک مشتری جذب میکنن؟ این ذهنیت من بود که آقا من آدمی بودم که میتونم فروشنده تربیت کنم، آدما رو فروشنده بار بیارم. و واقعا وقتی دیدم آدم رفتن این کارو کردن و خدا که تون یه هفته 2 هفته که اتفاق افتاد تون کمپین در اون سازمان چقدر درآمدتون بیشتر شد. خیلی خوب بود. و چیزی که همیشه میگن توی ایران کار تیمی اتفاق نمیفته، تو مجموعه من خیلی جذاب اتفاق میافتاد. یادتونه خیلی جالب بود و خوشحالم. تمامی افراد اون روزها خیلی برام جالبه. الان یا خارج از کشور دارن فعالیت میکنن یا اتاق اجاره کردن یا دارن رو برند شخصیشون کار میکنن. این قشنگترین رویای زندگی من بود که افراد وقتی از پیش من میرن سازمانو به این دلیل ترک کنن که میخوان بزرگ بشن، نه اینکه منو ترک کنن بخاطر اینکه من مدیر خوبی نبودم. چقدر جذاب. من اینجا باز تو پرانتز باید این سوال ازتون بپرسم، خودتون بگین پرسنل شما رو به چی میشناسن و چی صداتون میکنن؟ پرسنل من بیشتر مریم مقدس. ببین واقعا همینه. یعنی شما
وقتی دیدگاهت به پرسنل اینه که آقا پرسنل من قرار رشد بکنن، از کنار من نون بگیرن، وقتی به کارآفرینی به چشمی نگاه نمی‌کنی که من پول در بیارم، من رشد کنم، من سفره دارم. سفره دار کارش اینه که آقا سر سفره به همون غذا برسه، بعد خودم قطعا همین میشه برای شما و واقعا قابل تحسینه، واقعا قابل تحسینه. خب بیایم بگین که حالا زمانی که کسی تو کسب و کار بهتون ضربه میزنه، حالا به هر علتی، نمیدونم کلاهبرداری میشه یا پولی ازتون میخوره یا هر اتفاقی، به عنوان یک کارآفرین چه احساسی تجربه میکنید؟ چه واکنشی نسبت به اون دارید؟ خب من دقیقاً توی سال دوم کسب و کارم که تصمیم گرفتم مجموعه رو خیلی بزرگ کنم، با یک فرد کلاهبردار روبرو شدم. حالا این فرد خودشو راه انداز سالن‌های زیبایی و اصلا یه شخص خیلی معروف هم معرفی کرده بود که تو صنعت سینما هم بوده و ضربه مالی رو به من زد که من هیچ وقت یادم نمیره. من مجبور شدم برای دادن بدهکاری هایی که نزدیک به افتتاحیه سالن و عمارتم بود خونه خودم رو بفروشم که فقط بدهکاری ها رو بدم. ولی زمانی که این کار رو کردم حتی پدر و مادرم نفهمید من خونم رو فروختم. من خونه رو فروختم، فوراً تمام بدهی‌ها رو دادم و چیزی که از اون عجیب تر بود، هنوز پرده های عمارت من زده نشده بود. رفتم خونه، پرده های خونه رو کندم، اومدم زدم به سالن، چون فردا رأس ساعت 2 افتتاحیه عمارت بود. هیچ کدوم از پرسنلم نفهمید چه اتفاقی به من گذشته. من بزرگترین افتتاحیه رو برگزار کردم، تبلیغات زیادی هم نداشتم، ولی کل حیاط 400 متری من پر شده بود. به من بگید تأثیر خدا و اون دیدگاهی که حالا شما معروفی به این که دیدگاهتون عرفانیه، دیدگاه زنانه و عمیقی نسبت به کارتون دارید، خدا چه تأثیر به عنوان یک کارآفرین تو زندگیتون، تو کسب و کارتون داشته؟ کجاها تأثیر شد دیدین که اینقدر براتون همه چیز چیده میشد با اینکه همش درگیر چالش‌های مختلف؟ عمیقاً همه جا. نمیشه بگیری یه جای خاصی، همه جا حضورش رو حس کردم. موقعی که مشتری رو میکاپ کردم، موقعی که پرسنل استخدام کردم، موقعی که اخراج کردم، اصلا یه جاهای خدا تو وجود تو میخواد خودشو نشون بده و اون جاهایی که تو طبق آموزه ها عمل نکنی خیلی عجیبه، انقدر تکرار میشه تا اون آموزه رو یاد بگیری. بر من اینطوری بود. یه درسی که هی تکرار، مثل اون پستی تو اینستاگرام گفتم پس کله دیدیش لایکشم که اینقدر پس کلت میزنه تا بالاخره. واقعا قشنگ بود. بهم بگید که با توجه به اینکه خب اینقدر شما اعتقاداتتون مهمه و اینقدر روی خودتون کار میکنی، چطوری که بازم ضربه میخوری تو کسب و کار؟ مثلا شما به من الان گفتین من همش خدا میچینه، ولی چی میشه که شما ضربه میخوری؟ راجع به این کم توضیح بدین، دوست دارم شفاف بشه. ببینید وقتی نگاهت به کسب و کارت اینه که ضربه همیشه میخوری، قطعا تون بزن ضربه بخوری. نه، اینطوری نیست. پله های موفقیت چون متفاوته، درسای هر پله هم متفاوته. یعنی این که تو قطعا زمانی که حالا توی فضای اینستاگرام 50K'یی خیلی چالشات فرق میکنه تا زمانی که 100K'یی. قطعا اون فردی هم که خیلی تعداد فالوور بالاتری داره و درآمد بیشتری داره، اون چالشاش و ضرباتش بیشتره. این اصلا یه روتینه توی کسب و کار. پس این ذهنتونه که هر چقدر من بزرگتر میشم، چالشام به اندازی من بزرگتر میشن. برای همینه که همیشه رو قله یه نفر وای میسته، تیم وای نمیسته. چقدر دوست داشتم این جمله رو. قشنگ بود. خب سوال بعدی اینه که دیدگاهتون نسبت به داشتن کوچ چیه که الان تو صنعت شما زیاد شده؟ مثلا کسی که کارآفرینه، یک صاحب کسب و کار، حتما باید یه کوچ داشته باشه یا نه؟ از نظر من خب ما خیلی از کوچ ها ارادت داشتن به برند من و توی دفتراشون یه سری اسمایی داشتن که خانم کاتو رو ما از روسیه آوردیم ایران، ما اصلا سالن براش زدیم، اصلا برندش رو ما بالا بردیم. عمیقاً تا به الان کاترین هیچ وقت با کوچ نرفته جلو. شاید با تسهیلگر رفته، تسهیلگر بوده، ولی هیچ وقت با کوچ نرفته جلو. من همیشه میگم که یک برند بعد از یک زایمان پردرد،
یک تحول رو رقم میزنه. کاترینم وقتی دردهاشو کشید دیده شد. حالا کوچ چه اتفاقی میفته؟ اگر دقت کنین، من همیشه اینو میگم، بهترین کوچ شما پدر و همسرتونه. یعنی اون حرفایی که از پدر و همسرتون گوش نمیدین اتفاقا همونا کمکتون میکنه. من هر جا به پدرم گوش دادم رشد کردم. چقدر جذاب. دقیقاً اینطور. اصلا یکی از جملاتی که پدر گفتن و باعث رشدتون شده میگی؟ دو تا موضوع که خیلی براش مهم بود که همیشه حقوق کارگر رو کامل بده، حتی بیشتر از حق و حقوقش، چون اون چشم داره به اون موضوع. و موضوع بعدی بحث شفاف بودنه. شفاف بودن، اینو توضیح میدیم بازم؟ شفاف بودن یعنی چی؟ شفاف بودن توی کسب و کارت، با پرسنلت، با همسرت، با دوستت. اگه ما هممون، حتی با کسی که میخوای قرارداد کاری ببندی، اگر تو دادگاه ها بریم، تمامی این شکایت ها برای اینه که ما شفاف نیستیم تو روابطمون. اگر من شفاف با تو قرارداد ببندم، شفاف خواستم و بگم، هیچ وقت به بنبست نمیرسم. این هنر شفاف بودن و هر کسی تو زندگیش یاد بگیره هیچ دغدغه‌ای نداره. پس هر کسی که میخواد وارد کارآفرینی بشه باید شفافیت رو یاد داشته باشه.